علم سحر تعلیم گرفتنش خودش کفر است. کسی میداند در ذهنش میداند که الکی علم سحر میداند، این کافر است الکی، اگرچه ولی یگان کسی سحر نکندم. بنابراین سحرگر اگر توبه کندم، قول صحیح این است که حکمش قتل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سحرگر را امری به قتل دادن، یعنی استطیع دارد. سحرگر در شریعت مثلا در بعضی کشورها زندان میکند سحرگر، در شریعت حکمش قتل است. اگر سحرگر توبه کند چی؟ فرض کنیم از سحرش باز توبه کرده کلمه گردان، میگن که همین حالت حکمش قتل است. میگن برای چی؟ اگر رفت و مسلمان باشد جنت میدرد. بازی ما به قتل میرسانیم، یعنی دولت اسلامی حکومت قاضی و حکمش میتید که قتل است و کشته میشد، او کلمه میگرداند او به جنت میرود، چون که آخرین کلامش لا اله الا الله محمد رسول الله شد و وی توبه کردگی است و جنتی است، کشته میشد جنتی است. لیکن ما زنده اگر باقی مانیم، او احتمال است که گشته باز سحر کند، چون که علم سحر در او هست، او ضرورت شود این کار را اجرا میکند. حالا بعضی ملاهای پیشینه ها علم سحر هم میدانستند، حالا بعضی ها هستند حتی نامشان ملا هست علم سحر میدانند، نعوذ بالله. اینا حتی کارمندان حفظ حقوق هم میدانند. یا داملا رو یا KGB فریاد کرده است و اون داملا یا خیلی ذکر میکرد، داملا ذکر نکن، دعا نکنی منه یا سحر نکنی، یعنی نعوذ بالله ضرورت شود بعد میکنن. علم سحر فرض کردیم دارد، لیکن به کسی ضررش نمیرسد. لیکن یک آدم براش دشمنی کند سانی سحر میکند باید، چون که علمش دارد. یا فرض کردیم یک دختر براش معقول شد، لیکن دختر برای این نظر او پسند نمیکنه، اینه بعد ممکن به خودش به گرم کند، ضرورت شود احتمال است که استفاده برد. بنابراین خودی دانستنش کفر است، این علم تعلیم گرفتنش کفر است. بنابراین هاروت و ماروت میگفتن که کافر نشوید، این علم از ما تعلیم نگیرید. بنابراین یگان انسان ها علم نگرفتن از هاروت و ماروت، ولکن الشیاطین کفروا. الله تعالی میگه که شیطان ها کافر شدن، یعنی علم گرفتن، علم سحر گرفتن و کافر شدن. بعد درجه به درجه بعد گذشتن وقتها همون علمی که شیطان های و جن ها داشت به بعضی انسان ها تعلیم دادن، بنابراین علم سحر در انسان ها هم سرایت کرد.